گروه فیلم برداری. نه دروغ میگو، آتلیه رو با خودمون ببریم. اصرار داشت کلمه آتلیه. بوی داره. قهوه تو آمریکا پیدا کردم با هم کار سختیه. چیز بود میدونم چی میگن کلمه ترجمه شده بلاگ بهش بود. آره بلاگ نویسی آره کردن. دقیقاً دهه 80 پیشم سیاسی کار می‌کردن. ببخشید من خیلی سیاسی ببخشید من خیلی سیاسی اون موقعی که من سیاسی بودم تو نمیدونستی سیاسی با کدوم سین نوشته میشه؟ مسیج میدادی به خاطر حالا خدا برگرد. یک زمانی من احمق بودم اصلاح طلب اون موقع تنها آپشنمون اصلاح طلب بود. ببخشید من از همین دوربین از همین تریبون اعلام میکنم یک زمانی من احمق بودم فکر می‌کردم خاتمی بیاد اوکی میشم. این دختر در سن 13-14 سالگی به هر حال من 13-14 سالگی فعالیت‌های سیاسی داشتم. الان در سیاست بوسیده گذاشته کنار. فهمیدم سیاست کثیفه واقعا. ترجیح میده وقتشو با اسباب بگذارونه بگه اینقدر من دقاطی شدم با سیاست و دیدم هیچی تهش نیست که تصمیم گرفتم دیگه از سیاست کناره‌گیری کنم و خاتمی که نیومد یادش بد. نه اصلا من اینو چیز نمی‌کنم تایید نمی‌کنم. از من بشنوید. فعالیت‌های سیاسی داشتم در وبسایت کلوب. یادمه خودتو پاتی می‌رفتیم پسر بازی می‌کردیم. اگر میخوای با من مزاحم بکنی آقابت خوب نداره. کاملا تکذیب میکنم. به هر حال اینکه من رفتم دختر سربازی من کاملا تکذیب میکنم. اون وسط 4 تا خط سیاسی هم می‌نوشته که احساس کنه زندگیش خیلی مثلا پربار و همیشه همینجوری من فعالیتم نادیده گرفته میشه. خلاصه این خانم رفتن آقا من تو از فعالیت‌های سیاسی داشتم یا اصلا من از فضای مذهبی سیاسی از هر چیزی و اون وسط مثلا 4 تا فعالیت‌های متفرقه هم انجام میداد برای سفید کردن. همین آدمایی مثل صفورا باعث شدن من از دنیای سیاست کناره‌گیری کنم. خاطری نمی‌دونم چرا میگم چند تا ایده داشتم. واقعا یه زمانی که اصلا بلاگینگ و این چیزا که نبود. خب اینستاگرام تازه یک سال اومده بود، طبقه کمتر. ما رفتیم یه سفر ترکیه. اصلا اینستاگرام نبود. اینستاگرام نبود. من و سفورا و خواهرم زهرا رفتیم ترکیه. قبل از اینکه بریم ترکیه من یه ایده دادم. گفتم که بیا ما با خودمون گروه فیلم برداری. نه دروغ میگو، آتلیه رو با خودمون ببریم. اصرار داشت کلمه آتلیه. عکاس نه آتلیه. یا آتلیه رو ما خودمون تمام کیم کارداشیان فامیلی بودیم ما که تمام لحظات ما رو ثبت کنن. یه آتلیه ما با خودمون ببریم یا لحظات ما در سفر رو اینا ثبت کنن. احساس می‌کنم که کارداشیان فامیلی از خلاصه ما گوش نکردیم چون ما آدمای عاقلی بودیم. نه تنها گوش نکردن بلکه من رو مسخره هم کردن. ولی اگه از همون موقع ایده های منو جدی میگرفتن ما آبرو نداشتیم.
این کار دیگه خیلی آبرو من معروف بودم آبرو مهم نیست معروف و پولدار بودم همه جاش عمل کرده نه من معروف و پولدار بودم What's the riskiest part? ولی خب ایده های من جدی گرفتم ایده بعدی این بود که بلاگ بزنم من گفتم که من میخوام بلاگ بزنم چون من اول دوم دبیرستانم بعد دوست داشتم اینجوری بودم که باید به سفورا گفتم که آقا من میخوام بلاگ بزنم یه وبسایت بزنم تو این وبسایت هم میخوام که همه چیز باشه این باشه این باشه اون باشه اون باشه بعد سفورا گفت نه خیلی داریم چیز میشه همین باعث شد که من دیسکارج بشم شخصیت که الان داره اینو میگه اصلا واسهش مهم نیست سفورا چی میگه یعنی حالا اون قضیه آتلیه بردم به استانبول برای ثبت لحظات اوکی ساپورت نشد قابل پذیرشه ولی اینکه میخواست بلاگ بزنه و ما ساپورتش نکردیم فقط بهونه شیعی اصلا واسهش مهم نیست اتفاقا بهش میگفتیم نه بیشتر شد کنده ایدار دیگه هم داشتم اونا رو به دلیل پسربازی در من واقعا همین رپلیکیشن پسربازی رو از خدا گرفتم And what your coach should actually be is trying to I can still remember the first three things. The resume, it was one, very tight. بچگی سفورا بخوایم بگیم بی حاشیه بی سر و صدا But no, so like, you know, when I've had person عاشق این که intimidated, like I've never, نرد اجازه بدن خونه تنها بمونه من با خودشون نبرنش بیرون اوکی من پسرباز خانواده بودم سفورا نرد خانواده اینجوری که کتابای هری پاتر رو جلد 1 تا 7 جلد 1 تا 7 700 بار بعد یه نرد چجوریه دیگه نرد listening to this on the sledgehammer yesterday, بی حاشیه بی درد سر hair, and her back بورینگ زندگی من پر از بچگی پر از هیجان با هیجان زندگی میکردم سفورا نه so that was when I هیجان میدی جیغ میکشی درش کلا در حال دعوا کردن بود حتی بدون اینکه دلیلش رو بدونه خوشش میکنه دعوا کنه میگه فلسفه من اینه که دعوا کن تا که خلافش ثابت شه یعنی همیشه دلیل برای دعوا پیدا میشه تو دعوا رو شروع می‌کردی و دلیل پیدا میشه اون وسط یه حرفی زده میشه که تو باعث میشه دعوا رو ادامه بدی and spikes it into the ground. And the look, هیجان دیگه چیکار کنم کلاس زبان دوست نداشت بره اصلا مثلا زبان ایتالیایی یاد بگیرم ولی به من اجازه داده نشد یکی دیگه از ایده های من که نادیده گرفته شد هر وقت یه کاری که باید انجام میداد انجام نمیداد واسه اینکه انجامش نداد یه سری کارهای دیگه خیلی عجیب غریبی رو می‌آورد and Koske, حالا فانی بودم frying an egg, firmly hold the pan in your hands up. راضی هم Thank you. خون به جیگر هم بکنه چی خیلی از خودم راضی هم And so now, اینه